شام یکم آگوست سال 2024 در منطقه لوبلیانو در جنوب شرقی پایتخت روسیه بین مهاجران باز یک زنوزنی گروهی رخ داده است. پلیس مسکو خبر داد که یک نفر را در پی این زنوزنی در بیمارستان با زخم کرد بستری کردند. رسانه‌های روسیه از قبل شاهدان خبر دادند که زنوزنی شام پنجشنبه یکم آگوست در باغ تاتیانین پارک در نزدیکی کلیسو در کوچه سفخوزنای بین مهاجران از تاجیکستان و قرقیزستان سر زد. فروشگاه مشهور لوبلیانو مکان کار صدها مهاجر از آسیای مرکزی نیز در همین کوچه سفخوزنای جایگیر شده است. بنا به یک فرضیه، یک جوان تاجیک به مردکاران قرقیز که در باغ پیوا می نوشیدند ایراد گرفته است، ولی آنها به حرف او اعتنا نکردند. در نهایت بحث لفظی آنها به زنوزنی پیچیده، کارگران قرقیز آن جوان تاجیک را امکسه لطکوب کردند. در این افج زنوزنی کسی یکی از اشتراکچیان مناقشه را با کورد زده است. راهگذران کوشش کردند که در جای حادثه به جوان زخمی یاری رسانند، ولی او خون زیادش را از دست داده بود و به این دلیل او را به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان وزن این جوان 23 ساله را میانه وزنین ارزیابی کرده گفتند که او از رانش کورد خورده است. رسانه‌های روسی جبر دیده را سوویتبک نام بردند. معلوم نیست که او از تاجیکستان است یا از قرقیزستان. وضع اشتراکچیان دیگر زنوزنی معلوم نیست، چون که همه آنها هنوز تا آمدن پلیس از جای حادثه فرار کردند و پلیس تا حال آنها را پیدا نکرده است. بین تاجیک‌ها و قرقیزها مناقشه مرزی وجود دارد و از این رو آنها اگر روی راست بگوییم به همدیگر چندان روی خوش نشان نمیدهند. گفته است یکی از شارحان در واقع این بار اول نیست که زادگان تاجیکستان و قرقیزستان در شهرهای گوناگون روسیه از گریبانی یکدیگر میگیرند. تاجیکستان و قرقیزستان در برابر ازبکستان سه منبع اساسی تامین بازار کار روسیه با نیروی کاری به شمار می روند. هر سال چند میلیون از اهالی قابل کار این سه جمهوری برای مردکاری به روسیه می روند و هر سال آنها از روسیه به وطن تا 10 میلیارد دلار پول می فرستند. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی ها با اشتراک مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه، وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دخالانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بیرحمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. در پایان سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی های عمومی از این کشور اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.